سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری دسترسی به یه وبسایت خاصی رو تو سیستمتون مسدود کنید. خیلی وقتا پیش اومده که شما نمیخواید کل اینترنت رو قطع کنید، ولی خب میخواید یک سری وبسایت ها رو توی سیستمتون مسدود کنید. خب این ویدیو به درد کیا میخوره؟ این ویدیو بیشتر به درد والدین یا کسایی که ادمین شبکه‌ان میخوره. البته اگه ادمین شبکه باشید خودتون بلدین که چطوری روی ترافیک شبکه کنترل یا نظارت داشته باشین. بریم سراغ ویدیو. خب اول باید بهتون بگم که IP چیه، DNS چیه و یه توضیح مختصری باید بهتون بدم که اینا چجوری کار میکنن. ببینید، به صورت خلاصه هر سیستمی که بخواد به اینترنت وصل بشه باید یه آدرس IP داشته باشه. آدرس IP یه عدد 4 قسمتیه، مثل همین چیزی که میبینید، از 4 تا تیکه تشکیل شده، حالا ورژن 4ش، که مشخص میکنه مثل کد ملی برای انسان هاست. همونطور که هر شخص یه کد ملی داره، میشه گفت که هر سیستمی یا IP داره که با اون IP آدرس تو اینترنت میشه بهش دسترسی پیدا کرد. ولی خب یه مشکلی که آدرس IP داره اینه که برای آدما حفظ کردنش خیلی سخته. به خاطر همین آدما ترجیح میدن که اسم حفظ کنن تا اینکه یک عددی رو حفظ کنن. واسه همین بعدن اومدن DNS رو درست کردن که کارش اینه که اون اسم ها رو به IP آدرس تبدیل کنه یا برعکس. مثلا شما google.com که میزنید یه IP آدرس داره، در اصل شما به یک IP آدرس کانکت میشید. مثلا برای مثال من برای سافت 98 رو بزنم، ببینید IP آدرس سافت 98 آتایار این هستش. در اصل وقتی شما میزنید سافت 98 آتایار، سیستمتون به این آدرس متصل میشه. خب حالا این به چه دردمون میخوره؟ واسه این توضیح دادم شما توی سیستم بخواید اگه یک وبسایت رو مسدود کنید به آدرس IPش احتیاج دارید. این راه سخت‌ترشه که خب از طریق فایروال باید اقدام کنید و آدرس IP رو بلاک کنید. ولی خب یه راه خیلی ساده ترش که شما به این آدرس IP احتیاج ندارید، فقط نامو لازم دارید دیگه. یعنی هر وبسایتی که بخواید مسدودش کنید اسمشو داشته باشید، آدرسشو داشته باشید، کافیه. چیکار باید بکنید؟ باید برید توی مای کامپیوتر یا حالا دیس پی سی یا همون ویندوز اکسپلوررتون، بیاید توی درایو سی، درایو ویندوز، این پوشه ویندوز، ببخشید پوشه سیستم 32، درایورز etc و این فایل DNSی هستش که سیستم چک میکنه قبل از کانکت شدن به اینترنت. داخل این فایل هاست چی هستش؟ فایل که باز کنید فقط تایپش فایله، یعنی تایپ خاصی نداره. باید با یه تکست ادیتور بازش کنید، مثل اتم حالا یا نوتپد خالی میتونید این فایل رو بازش کنید. بازش که کردید یه فایل این شکلی تقریبا هستش، توضیح داده که این فایل چیه و به چه دردی میخوره. کاری که شما باید بکنید اینه که بیاید آخر این فایل یا آدرس IP بنویسید که مسدود باشه، در اصل یعنی وجود نداشته باشه، یه چیزی مثل 4 تا 0. بعد یه تب بزنید، حالا یا میتونید فاصله بزنید، مهم نیستش، اینجا خودش گفته. یا IP آدرس و نام اسم سایت باید حداقل یه دونه اسپیس داشته باشن که از هم دیگه جداشن. آدرس IP که زدید یه اسپیس میزنید و اون سایتی که میخواید مسدود کنید رو اسمشو اینجا مینویسید. من حالا به عنوان مثال سافت 98 رو میزنم. اینجا این چه کاری در اصل ما انجام دادیم؟ ما گفتیم که سافت 98 داتایار، یعنی همون وبسایتی که میخوایم مسدود کنیم، دیگه به IP اصلی خودش که اینجا هست وصل نشه.
در اصل بیاد به این وصل. خب این آی پی آدرس هم که وجود نداره دیگه. ما این فایل رو ذخیره میکنیم، فایل هاسته، ذخیرهش میکنیم. اگه قبلا دستکاری کرده باشید مشکلی نداره، سیو میشه. ولی اگه بهتون ارور داد، فایل رو باید توی دسکتاپ ذخیرهش کنید یا حالا هر جای دیگه. بعد که ذخیرهش کردید بیاید اینجا ریپلیسش کنید با فایل اصلیه. اینو که ذخیره کردید دیگه چیز خاصی نمیمونه دیگه، فایل ذخیره شده. اینجا ما آدرس آی پی رو 4 تا 0 رو مساوی با سافت 98 تایر گذاشتیم. الان دیگه باید سافت 98 تایر واسه ما مسدود شده باشه. ببینید نمیاد بالا. خب همونطور که نشونتون دادم، اون وبسایتی که ما داخل هاست فایل گذاشته بودیم الان مسدود شده و دیگه نمیشه بهش دسترسی داشت. ولی خب وبسایت های دیگه مشکلی نباید داشته باشن. همونطور که میبینید مشکلی نداره. میبینید دیگه کل وبسایت ها مشکلی نداره، فقط اون وبسایتی که ما خودمون مسدود کردیم دیگه باز نمیشه. امیدوارم لذت برده باشید از ویدیو. باز اگه سوالی چیزی بود توی کامنت ها بپرسید، من جواب میدم. ویدیو هم یادتون نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید تا محتوای این تیپی بیشتر بتونم بذارم واسهتون. و خب یه سوالی که پیش میاد اینه که حالا چطوری اینو برش گردونیم، چطوری درستش کنیم. همون مسیری که شما رفته بودید و باز تکرار میکنید. ویندوز سیستم 32 درایورز etc هاست. کافیه که این فایل رو بازش کنید، خط آخری که بهش اضافه کردید پاک کنید و ذخیرش کنید. ذخیرش که کردید سیستم رو اگه یه بار ریستارتش کنید، همونطور که میبینید دیگه ریستارت هم نخواست. همونطور که میبینید دیگه باز دسترسی به وبسایت باز میشه.